سلام بچه‌ها، بریم که درس رو شروع کنیم. گستره حیات. بچه تعریف حیات خیلی سخت و دشواره، حتی شاید غیر ممکن باشه. به همین خاطر توی زیست شناسی به جای تعریف حیات میان ویژگی های حیات یا ویژگی های جانداران اون رو بررسی میکنن. گستره حیات از یاخته شروع میشه و با زیست کره پایان پیدا میکنه که یاخته شماره 1 حیات، زیست کره شماره 10 دیگه، یعنی شماره آخریه. جانداران همه این 7 ویژگی رو با هم دیگه دارن. بچه توجه کنین، همه جانداران که این 7 ویژگی رو با هم ندارن. مثلا پایینتر نگاه کنین، نوشته سازش با محیط. بچه مثلا چند دهه قبل دایناسورها خب منقرض شدن دیگه. دایناسورها اگه سازش با محیط داشتن که منقرض نمی‌شدن. یا تولید مثل. بچه همه جانداران که تولید مثل رو انجام نمیدن، حتی اگر سالم و بالغ باشن. پس کنار جانداران همه این 7 ویژگی رو با هم دارن، بنویسین اغلب جانداران، نه همشون. نظم و ترتیب. یکی از ویژگی‌های جالب حیات سطوح سازمانیابی اونه. بچه تو این شکل می‌بینی اینا سطوح سازمانیابی هن که از یاخته شروع میشه و با زیست کره پایان پیدا میکنه. خب بالاتر سطوح سازمانیابی اونه. همه جانداران سطحی از سازمانیابی دارن و منظمن. بچه همه جانداران دور سطحی رو خط بکشین. همه جانداران همه این 10 تا سطوح رو ندارن که قرار صفحه بعد بخونیم. جانداران حداقل یه سطحی از اون رو دارن، یعنی حداقل یاخته رو که دارن. خب مثلا تک یاخته یا فقط از یه یاخته تشکیل میشن، بافت و اندام و دستگاه اینا که ندارن، مثلا باکتری ها و اینا، یعنی حداقل یه سطح رو دارن. پس فرق بین کلمه سطح و سطوح رو توجه کنید. همیستایی یا هوموستازی. محیط جاندار همواره در حال تغییره، اما جاندار میتونه وضعیت درونی خودش رو توی یه محدوده ثابتی نگه داره. بچه محدوده ثابت یعنی منظوری نیست که حتما مثلا دمای بدن روی یک عدد ثابت باشه. توی یک محدوده نوشته. یعنی چی؟ یعنی دمای خب بهینه بدن 37، ولی اگه دمای بدن بره روی 36 که ما تب و تشنج و اینا نمی‌کنیم که، مریض که نمیشیم. بره روی 35 هم همینطور. ولی یهو دمای بدن بره روی مثلا 20. خب این خوب نیست دیگه، درسته؟ به خاطر همین میگه محدوده ثابت. حالا منظوری نیست که دقیقا روی یک عدد، روی یک حجم و اینا باشه، نه، توی یه محدوده نرمالی باشه. مثلا وقتی سدیم خون افزایش پیدا میکنه، دفع اون از طریق ادرار زیاد میشه. در کل مجموع اعمالی که واسه پایدار نگه داشتن وضعیت درونی جاندار انجام میشه رو بهش میگن همیستایی یا هوموستازی، که این همیستایی خیلی خیلی چیز مهمیه. بچه بیشتر بیماری هایی که در بدن اتفاق میفته 99%شون به خاطر به هم خوردن همیستاییه. یعنی تعادل بدن به هم میخوره، توی محدوده ثابتی دیگه نیست وضع درونی پیکر جاندار. و آره دیگه، وقتی که همیستایی به هم میخوره و اون اعمال واسه پایدار نگه داشتن وضعیت درونی انجام نمیشه، ما بیمار میشیم. رشد و نمو. جانداران رشد و نمو میکنن. رشد به معنی بزرگ شدن، برگشت ناپذیر ابعاد و تعداد یاخته است. بچه اینجا که نوشته افزایش برگشت ناپذیر تعداد یاخته ها، بچه تعداد یاخته ها وقتی توی تک یاخته ها زیاده بشه دیگه رشد نیست، تولید مثل اتفاق میافته. ولی توی پر یاخته یا وقتی تعداد یاخته زیاد میشه رشد اتفاق میافته. پس حتما اینو توجه کنین بهش، چون یکی از دامهای رایج تستیه. نمو به معنی عبور از مرحله به مرحله دیگه زندگیه، مثل تشکیل گل در گیاه که نمونه از نموه. بچه وقتی اولین گل توی گیاه تشکیل میشه بهش میگن نمو، ولی وقتی گل برگی دیگه بهش اضافه میشه دیگه بهش نمیگن نمو، بهش میگن رشد. پس از یه مرحله به یه مرحله دیگه حتما باید بره. فرآیند جذب و استفاده از انرژی. جانداران انرژی میگیرن و از اون برای انجام فعالیت زیستی خودشون استفاده میکنن، مثل گنجشک که غذا میخوره و با انرژی که از غذا به دست میاره پرواز میکنه، فعالیت های زیستی خودش رو انجام میده و بخشی از اون رو به صورت گرما از دست میده واسه پرواز کردن. خب و انرژی اون رو واسه گرم کردن بدنش هم استفاده میکنه دیگه. خب تولید مثل. جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خودشون به وجود میارن. یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاده میشه. بچه توی تولید مثل هم حتما دقت کنین دیگه. همه جانداران تولید مثل انجام نمیدن، مثل زنبور ماده کارگر که تولید مثل نمیکنه و فقط زنبور ملکه تولید مثل میکنه دیگه. خب پایین‌تر پاسخ به محیط. همه جانداران به محرک‌های محیطی پاسخ میدن. مثلا ساقه گیاهان به سمت نور خم میشه که به دلیل تجمع اکسینه، که اگر اشتباه نکنم توی
12 قرار بخونینش. سازش با محیط، این ویژگی باعث میشه جمعیت از جانداران با محیطی که تو اون زندگی میکنن متناسب و توی اون ماندگار باشن. مثلا گیاه بومی مثلا گیاهانی که بومی مناطق خشکن واسه حفظ آب برگ‌هایی با پوستک ضخیم دارن که آب تبخیر نشه، آب زیادی از دست ندن. مثال دیگر موهای سفید خرس قطبیه که به استتار این جانور توی محیط برفی و سفید کمک میکنن. خب بچه‌ها این شکل خیلی خیلی شکل مهمیه. اولین سطح سازمانیابی حیات رو که میبینین یاخته است که پایین ترین سطح و همه جانداران از یاخته تشکیل شدن. دومین سطحی که میبینین بافته. بافت از تعدادی یاخته تشکیل شده. اندام، هر اندام بچه‌ها از چند تا بافت مختلف تشکیل شده. مثلا اینجا استخونی که میبینین از بافت پیوندی تشکیل شده، از بافت خون تشکیل شده، از بافت مغز و استخوان تشکیل شده و از بافت‌های دیگه. دستگاه از چند تا اندام تشکیل شده، مثل دستگاه حرکتی که از اندام و ماهیچه به وجود میاد بچه‌ها. جانداری مثل این گوزنم که میبینین فردی از جمعیت گوزن هاست. فرد یعنی دیگه فرد دیگه، فقط یک نفر باشه. جمعیت بچه‌ها، از جمعیت تازه داستان خیلی مهم میشه، حتما اینجا رو خیلی خوب بخونید. جمعیت افراد یک گونه رو شامل میشه که توی مکان و زمان خاصی زندگی میکنن. اینا یه جمعیت رو به وجود میارن. بچه افراد یک گونه یعنی گروهی از جانداران که به هم دیگه شبیهن و میتونن از طریق تولید مثل زاده های زایا و زیسته ایجاد کنن. زایا یعنی اونا قابلیت تولید مثل داشته باشن، زیسته یعنی قابلیت زنده موندن داشته باشن. وقتی افرادی که شبیه همن همچین تولید مثلی انجام بدن، خب جمعیتشون به وجود میاد دیگه، درسته؟ و جمعیت حتما بهش توجه کنین که جمعیت به گروهی از جانداران گفته میشه که توی مکان و زمان خاصی زندگی کنن. مثلا ما انسان ها که مثلا داریم توی سال 1403 توی ایران زندگی میکنیم، به ما میگن جمعیت. خب اجتماع علاوه بر جمعیت، کلا اجتماع یعنی تعامل جمعیت ها. بچه جمعیت یعنی فقط یه جمعیت دیگه، به یک گونه ربط داره، مثلا جمعیت خرس ها، جمعیت انسان ها، جمعیت مورچه ها. ولی اجتماع به تعامل این جمعیت ها با هم میگن، یعنی جمعیت مثلا گوزن ها وقتی که با لک ها با هم تعامل دارن بهشون میگن اجتماع. بومسازگان علاوه بر عوامل زنده که همون اجتماع هستن، با عوامل غیر زنده و با عوامل غیر زنده محیط و تاثیرایی که بر هم میذارن بومسازگان رو میسازن. یعنی علاوه بر اجتماع که حالا گوزن‌ها، لک‌لک‌ها، حیوانات مختلفن، عوامل غیر زنده مثلا بچه تو این شکل نگاه کنین، کوهی که اینجاست، چمنی که اینجاست، خاکی که اینجاست، اینا عوامل غیر زنده‌ن دیگه. همراه با عوامل زنده که این موجوداتن با هم بومسازگان رو تشکیل میدن. زیست بوم ها از بومسازگان های تشکیل شدن که از نظر اقلیم یعنی آب و هوا و پراکندگی جانداران با هم دیگه مشابهن. بچه مثلا شمال ایران با جنوب ایران که نمیشه یک زیست بوم. چرا؟ چون آب و هواشون یکی نیست و پراکندگی جاندارانشون هم مثل هم نیست. زیست کره شامل همه زیست بوم ها میشه و حالا مهم هم نیست که اختلاف داشته باشن دیگه تو این از نظر آب و هوا، پراکندگی اینا. خب اینجا که توضیح همین چیزایی بود که گفتم. مولکولای زیستی بچه‌ها، یاخته از 4 تا گروه اصلی مولکولای تشکیل دهنده ساخته شده، یعنی که یاخته از کربوهیدرات‌ها، لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلیک اسیدها ساخته شده که به این مولکولای زیستی میگن. خب کربوهیدرات‌ها بچه‌ها، این مولکول‌ها از 3 تا عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن ساخته شدن که ساده‌ترین کربوهیدرات‌ها مونوساکارید هستن. گلوکوز و فرکتوز مونوساکاریدهای با 6 تا کربن و ریبوز مونوساکاریدی 5 کربن است که توی شکل هم داریم می‌بینین گلوکوز و ریبوز. مونوساکارید واحد ساختاری قندهان. دیساکارید از ترکیب 2 تا مونوساکارید تشکیل میشه. برای مثلا شکر و قندی که میخوریم دیساکاریدی به اسم ساکاروزه. ساکاروز از پیوند بین گلوکوز و فرکتوز تشکیل میشه. مالتوز که احتمالاً اسمشو توی نوشیدنی‌های ما و شیری و اینا شنیده باشین، مالتوز از ترکیب 2 تا مونوساکارید به اسم گلوکوز تشکیل میشه و توی مالتوز توی جوانه گندم و جو وجود داره. لاکتوز دیساکارید دیگه است که به قند شیر معروفه. لاکتوز هم از ترکیب 2 تا مونوساکارید گلوکوز و گالاکتوز به وجود میاد که اینو تو کتاب ننوشته. پلیساکارید ها از ترکیب چندین مونوساکارید ساخته میشن. نشاسته سلولوز و گلیکوژن از تعداد فراوانی گلوکوز تشکیل میشن. نشاسته توی غلات و سیب زمینی وجود داره. گلیکوژن
توی قارچ ها و جانداران ساخته میشه. توی جانداران توی کبد و ماهیچه‌شون وجود داره گلیکوژن و به حالا گلوکوز رو ذخیره میکنه گلیکوژن. و سلولوز از پلی‌ساکاریدهای مهم توی طبیعت. سلولوز ساخته شده توی گیاهان در کاغذسازی و تولید انواع پارچه ها به کار میره و سلولوز از پلی‌ساکارید مهم توی طبیعت بچه، خیلی مهمه. بچه آیا روش تشخیص نشاسته رو به یاد دارین؟ نشاسته رو با محلول لوگول تشخیص میدن. پایین‌تر خب لیپیدها، این ترکیبا از 3 تا عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن مثل کربوهیدرات ها ساخته شدن. ولی حالا نسبت این عناصر توی لیپیدها با نسبت اونها تو کربوهیدرات ها فرق میکنه. یکی از این لیپیدها تریگلیسیریدها هستن. هر تریگلیسیرید از یک مولکول گلیسرول و 3 تا اسید چرب تشکیل شده. بچه تو شکل نگاه کنین، این بالای گلیسرول و 3 تا اسید چرب که تریگلیسیرید رو به وجود آوردن. روغن‌ها و چربی‌ها انواعی از تریگلیسیریدها هستن که این تریگلیسیریدها توی ذخیره انرژی نقش خیلی مهمی دارن. انرژی تولید شده از 1 گرم تریگلیسیرید حدود انرژی 2 برابر انرژی تولید شده از 1 گرم کربوهیدرات. فسفولیپیدها گروه دیگه از لیپیدها هستن و بخش اصلی تشکیل دهنده قشای یافتن. خیلی به تریگلیسیریدها شبیهن ولی یه تفاوتی دارن که توی مولکول رولشون توی فسفولیپیدها به 2 تا اسید چرب و 1 گروه فسفات متصل میشه. تو شکل نگاه کنین، این فسفولیپیده، گلیسرول به اضافه فسفات، برخلاف تریگلیسیرید که فقط گلیسرول بود فسفات هم داره و 2 تا اسید چرب داره. بچه‌ها به این میگن فسفولیپید که توی قشای یاخته خیلی خیلی فراوان و خیلی مهم. خب و بخش اصلیشه دیگه. خب پایین‌تر کلسترول لیپیدیه که توی ساخت قشای یاخته‌های جانوری و انواعی از هورمون‌ها شرکت میکنه. پروتئین ها، این مولکول ها علاوه بر اکسیژن، هیدروژن و کربن، نیتروژن هم دارن. پروتئین ها از هم پیوستن واحدهای تکرار شونده به اسم آمینو اسید تشکیل میشن. تو شکل هم میبینین اینا آمینو اسیدن، وقتی که به هم دیگه متصل میشن پروتئین رو به وجود میارن. خب پایین‌تر و آمینو اسید تو بدن انسان 20 تا بچه. پروتئین ها کارهای متفاوتی انجام میدن: انقباض ماهیچه، انتقال مواد توی خون، کمک به عبور مواد از غشای یاخته و عملکرد آنزیمی از کارهای پروتئینه که خیلی خیلی اینا کاربردهای مهمی هستن توی بدن. انقباض ماهیچه از طریق پروتئین اکتیمیوزین، انتقال مواد توی خون از طریق بچه‌ها هموگلوبین و آلبومین از این پروتئین هاست. کمک به عبور مواد از غشای یاخته با کمک پمپ و کانال و ناقل ها است که جلوتر میخونین. عملکرد آنزیمی هم که خب بیشتر آنزیم ها از پروتئین تشکیل شدن دیگه. آنزیم ها مولکول های پروتئینی هستند که سرعت واکنش شیمیایی را افزایش میدن. نوکلیک اسیدها، این مولکول ها علاوه بر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و فسفر دارن. یعنی نوکلیک اسیدها از اون 3 تا حالا مولکول زیستی دیگه خیلی خیلی مولکول ها اینا ساختارهای وسیع‌تری دارن دیگه، نیتروژن، فسفر اضافه دارن. مولکول دنا که در سال قبل با اون آشنا شدیم یه نوع نوکلیک اسیده. جز دنا یه نوکلیک اسید دیگه داریم به اسم رنا که قرار سال 12 بخونیمش. اطلاعات وراثتی توی دنا ذخیره میشه که اینم شکل دنا هست. خب بچه‌ها این گفتار تموم شد. حتما سابسکرایب هم کنین، لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیوهای دیگه ای از درسای دیگه که یعنی زیست، شیمی، فیزیک و ریاضی واسهتون بذارم که اونا رو هم توی تایم 15 الی 20 دقیقه براتون تدریس میکنم. دوستتون دارم. لایک و کامنت یادتون نره.